ز گفتار دهقان کنون داستان، تو برخوان و برگوی با راستان. کهن گشته این داستان ها ز من، همی نو شود بر سر انجمن. نخستین پادشاه کیومرث بود. او جامه‌ای از پوست پلنگ به تن می کرد و بر کوه جایگاه ساخته بود و 30 سال پادشاهی کرد. در زمان کیومرث اهریمن بداندیش برای دست یافتن به تاج و تخت او پسر خود را که دیوی پلید و بدسرشت بود با سپاهی به جنگ با وی فرستاد. سیامک دلاور فرزند پادشاه با دیو برآویخت، اما از پای درآمد و کشته شد. کیومرث از این رویداد دردمند و اندوهگین گشت. چندی بر سوی فرزند نشست و آنگاه بران شد تا هوشنگ فرزند سیامک را به کینخواهی به نبرد با دیوان و اهریمنان فرستد. هوشنگ با سپاهی از دد و دام و مرغ و پری به این کار کمر بست. دیوان پلید در این نبرد شکست سختی خوردند و هوشنگ جنگاور به دیوی که کشنده پدرش بود دست یافت و او را به هلاکت رساند.